نامک چیز قندولک تو بیایی جگه کستاد شو؟ حسین است. حسین جان چرا دستکای تی رقمی شده کفیده؟ ها؟ مچ. چند صبح می اینجا کار میکنی؟ هیچ مقدر از اینم بچگاه هستم. خب کتیزی کار میکنی؟ چند بجه صبح میایی؟ افتاد که نبرامد می. خب یعنی پیش از آفتاب بلند شدن. تو روز چند دانه از این مفروشی؟ روز یک 10 دانه. دانی 10 پس؟ آه 10 روپا یعنی 100 روپا مفروشی؟ باز نصفش از توست نصفش از او؟ نه تنها از او. تنها از او هست؟ خب دستکای تم یخ خورده بخیالم در جگه داخل میکنی. کالای گرم نداری بپوشی؟ چوب گرفتین به زمستان؟ لباس خریدی به لباس های زمستانی؟ نه. چرا؟ پول نداری؟ پیسه ندارین؟ خب خدا مشکلات شما رو بخیر انشالله حل بفرمایه. حسین جان تو بگی تو یک چیز پخته یک دانه پخته که ببینیم چه قسم پخته میکنی. ماشاءالله این خوب صحیح خوب بلد هستی. چه قاق میشه کارا میکنی؟ هیچ کار نمیکنم قدر نظمی هستم روزانه. چند مکتب میری؟ چند ساله هستی؟ من مکتب نمیرم. چرا مکتب نمیری؟ پدرم مرد مکتب نشونده. چند ساله هستی؟ 9 ساله؟ خب باید تو مکتب میرفتی دیگه. صنف 2 می بودی باید این حاله. خب دوستان عزیز کمپاین زمستانی ما بر راه است و قسم شما می‌فهمین کشور عزیزمان افغانستان در شرایط دشوار بحرانی قرار داره است. هر کدام به اندازه توانایی ما میتونیم در این کار خیر سهم بگیریم و قمر پل ارتباطی میان شما این خانواده ها است. کمپاین جمع‌آوری لباس که مازاد بر استفاده شماست ما جمع‌آوری میکنیم و با خانواده انشالله با مواد دیگه خوراکی است یک جا نموده همچنان با بخاری و مواد ضرورت دیگه این فامیل ها انشالله ما تسلیم خواهیم نمود. این امر خیر شریک شوین و السلام علیکم و رحمت الله.